اینجا عاقبت حمله به کشور ایران در شهر شوشتر را ببینید. در زمانی که قیصر روم به کشور ایران حمله میکنه، شاپور اول ساسانی قیصر روم را به همراه سربازانش اسیر میکنه. شاپور اول ساسانی به قیصر روم میگه که شرط آزادی تو و سربازانت ساخت پل شادروان و بند میزان در شهر شوشتر است. قیصر روم مجبور میشه به شهر شوشتر بیاد، به همراه سربازانش پل شادروان شوشتر رو به همراه بند میزان شوشتر میسازه و این نشون میده که در زمان شاپور اول ساسانیان اقتدار کشور ایران و مردم ایران رو در سراسر دنیا نشون میده. شما گردشگران عزیز به شهر زیبای من شوشتر سفر کنید تا من پل شادروان و بند میزان رو که جزء سازه‌های جهانی آبی تاریخی شوشتر در یونسکو سازمان ملل متحد است رو از نزدیک به شما نشون بدم.